سلام، خوش آمدین. میشه که بگوین که روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان یک نامزد این روند چگونه ارزیابی کردین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام با شما و همه بینندگانتان. متاسفانه که انتخابات پر از تقلب شرم‌آور و بی سابقه بود. تیم‌های دولتی از همه امکانات دولت، فرصت‌ها، صلاحیت‌ها سوء استفاده کردند. مشارکت مردم در انتخابات 80% فهرست رای دهندگان مشکلات داشت. آقای حکمتیار، با این چالش‌هایی که عملا شما اشاره میکنین قرار است نتایج انتخابات را بپذیرین؟ عرض کنم که مشکلات انتخابات نخست باید عرض کنم، بعد از او باز بریم به اینکه آیا نتایجش پذیرفتنی است. یعنی معتقدیم که انتخابات خیلی ناکام و ناموفق بود. مشارکت مردم خیلی کمرنگ بود، کمرنگتر از همه انتخابات قبلی و شرم‌آورتر و پر از تقلب نسبت به همه انتخابات قبلی. شرط استیکر هم که به خاطر تقلب وضع شده بود، مانع مشارکت مردم شد. دولت هم از تأمین امنیت انتخابات عاجز بود، کاملا ناموفق. حتی بر سایت ها حمله کردند. مسئولین کمیسیون انتخابات را، مامورین کمیسیون انتخابات را تهدید کردند، صندوق‌ها را به خانه ها بردند و از رای‌های جعلی پر کردند. به هر صورت انتخابات کاملا یک مضحکه بود، یک بازی خونین. در رابطه به اینکه آیا نتایج انتخابات پذیرفتنی است یعنی و ما را در حال بحران کمک خواهد کرد یا نه، واقعیت امری است که انتخابات را هیچ طرفی هم نتایجش نخواهد پذیرفت. میره به سوی تشدید بحران. به جایی که ما یک انتخابات شفاف، عادلانه و مشارکت وسیع مردم، پذیرفتنی و قابل قبول برای همه کاندیدا و به مشوره کاندیدا و موافقی اونا بعد از فراهم کردن شرایط مناسب در رابطه با چگونگی انتخابات، زمانش، همه به مشوره هم تصمیم گرفته شود. یک تصمیم یک جانبه از سوی گرفته شد. بله. خب آقای حکمتیار، چرا شما از امین اکنون پیش از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات بیای نتایج ابتدایی را اعلان بکنه شما نگران هستین که نتایج نمیپذیرین؟ کمیسیون انتخابات گفته تنها آرای معیار قرار داده میشه که بایومتریک صورت گرفته باشه. یعنی در چنین حالت اون آرایی که شما نگران هستین که صندوق پر شده ممکن است محاسبه نشوند. به هر صورت وسایل بایومتریک هم در همه محلهای رایدهی اشکالات خود را داشت. این وسایل بایومتریک آنلاین نشان نمیده، نتایج انتقال میشه به سرور مرکزی و سرور مرکزی هم نه در کنترل دولت است نه در کنترل کمیسیون انتخابات، بلکه در کنترل کمپانی است که وسایل تهیه کردن. در وسایل تجهیزات نصب شده که کاملا غیر معیاری است. اندروید دیواران 5 در این نصب شده. بله. شما هم معلوم است که نیروهای خارجی در که از سفارتخانه ها در امور انتخابات مداخله میکنن. کمپانی که این وسایل تهیه کردن و مدیریت میکنه انتخابات را، یه هم مربوط به کشور جرمنی است و شما دیدین که سفیر جرمنی به شکل بسیار نادرست در انتخابات مداخله کرد، فرمان و دستور داد مثل یک وایسرا، نه مثل یک سفیر، و مسئولین و به کمیسیون انتخابات که کسی را سلب صلاحیت کنه. آقای حکمتیار، یک موردی که شما صبح امروز زمانی که به رایدهی رفتین در اونجا شما گفتین که شناسنامه و یا هم تذکره شما بدون از اینکه استیکر داشته باشه توانستین رای بتین که چنین مورد پرسش برانگیز دانسته شده از طرف
استفاده کننده های صفحات اجتماعی صداش واقعا خوب شما مزاحمت است. استیکر نداشت تذکرتون؟ ببخشین در صدای شما مزاحمت است، مزاحمت ها را رفع کنین بعد سوال کنین. آقای حکمتیار، صبح شما زمانی که بر رای دادن رفتین در اونجا اشاره کردین که بدون از اینکه تذکره شما استیکر داشته باشد تانستین رای بتین. آیا چنین موارد حقیقت داره؟ بله، ما به محل رایدهی رفتم در جایی که ثبت نام شده بودم، ولی بدون اینکه تذکره ما استیکر خورده باشه. عمدن و قصدن خواستم که از این نوع یک تذکره استفاده کنم، رای بتم، به خاطر از اینکه ما معتقد هستم وضع شرط استیکر بر تذکره فقط به خاطر تقلب است و به خاطر محروم کردن افغان‌ها از حق رایشان است، غیر عادلانه است و می خاطرم مشارکت مردم در انتخابات کمرنگ بود. قطعا عادلانه و پذیرفتنی نیست که یک کسی واجد شرایط باشه، سند داشته باشه، تذکره داشته باشه و واجد شرایط باشه و کسی به دلیل از اینکه به تذکره او استیکر نصب نشده و از حق رای دادن محروم کرد. همین خاطر ما گفتم که ما آمدیم رای خود را دادیم و بدون اینکه به تذکره استیکر باشم از مردم هم خواستیم که برن به محل رای و این حق به دست بیارن تذکرهشان استیکر داره یا نداره و فشاری کنن که اونا حق رای داره. هیچ مرجع داخلی و خارجی این صلاحیت نداره که یک افغان واجد شرایط از حق رای خود محروم کنه. آقای حکمتیار، بار شما در جریان کارزارهای انتخاباتی در ولایت هرات تاکید کردین که اگر روند تقلب و تخلف گرفته نشه ممکن است شما از هر گزینه حتی از گزینه نظامی استفاده کنین و در برابر این روند بیستین. حال چگونه است؟ غلط تعبیر شده، حرفای مرا غلط تعبیر کردن. متاسفانه ما همیشه در 50 سال مبارزه خود مظلوم بودیم و علیه ما تبلیغات سو کاذبانه صورت گرفته، حرفای ما تحریف شده، چیزایی به ما منسوب شده که ما نگفتیم. ما در رابطه به انتخابات گفتیم که بگذارین انتخابات شفاف و عادلانه باشن، مداخله نکنین. نیروهای خارجی هم باید در انتخابات مداخله نکنن، افغان‌ها را بگذارن سرنوشت خود تعیین کنن. یعنی حال فکر میکنین آقای حکمتیار باز هم شما مظلوم واقع شدین؟ اجازه بدین من حرفای خود را تکمیل کنم. برای مردم تمکین و احترام داشته باشین و در نتایج هم تصرف نکنین، نتایج دلخواه و کاذبانه خود را از انتخابات نکشین و حالی که مردم رای مسالمت آمیز را برای تغییر انتخاب کردن، ما هم از سنگر آمدیم و رای انتخابات را پذیرفتیم، در انتخابات شرکت میکنیم. مردم از انتخابات نادم و پشیمان نسازیم، ما را از صلحی که کردیم پشیمان نسازیم. مردم وادار نکنین که راهای غیر مسالمت آمیز و صلح آمیز را برای تغییر وضعیت انتخاب کنند. تبری مخالفین مسئله دولت را هم دسته نکنین تا اونا بگوین که دیدین انتخابات هیچ نتیجه نداشت، پر از تقلب بود، نتایجش هم نیروهای خارجی به نوع دلخواه خود بیرون کشید. نگذارین که انتخابات بره بحران مزید تشدید کنه، بگذارین که انتخابات افغان‌ها را در حال بحران کمک کنه. خب آقای حکمتیار، حال فکر میکنین در روند برگزاری انتخابات هم شما مظلوم واقع شدین؟ متوجه نشدم سوالتان چطور است؟ قبلا شما اشاره کردین که همواره شما مظلوم واقع شدین، حال در انتخابات ریاست جمهوری هم فکر میکنین که مظلوم واقع شدین؟ ایره که باید منتظر باشیم تا نتایج دیده شود. در این فرصت هم یقینا که زمامدارا از امکانات دولتی برای با استفاده سو از امکانات و صلاحیت‌های دولتی کمال تقلب را داشتن، از هیچ چیزی دریغ نکردن، از هیچ عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی هم دریغ نکردن. وزارت ها را، ولایت ها را، سفارت ها را، قماندانی ها را، زمین ها را رشوت دادن و معامله‌گری کردن. فرق ما با دیگران همی بود که ما رفتیم به سوی مردم و اینا رفتن به سوی معامله‌گری ها با گروه ها و اشخاص.
و بدون شک ما در انتخابات شرکت کردیم که دو حریف ما هر دو تیم دولتی داره، امکانات دولت در اختیار. اینا از یک قصر تا قصر دیگری با هلیکوپتر رفتند و ساعتها هم راههای کابل را بستند. از ارگ تا خیمیل و جرگه با هلیکوپتر رفتند، ولی ما 2000 کیلومتر از طریق سرک با بدخشان و تخار و بغلان رفتیم. بدون شک که وسایل دولتی همه در اختیار حریف و رقیب ما بودند و ما در این انتخابات مظلوم قرار گرفتیم، ولی متيقنیم 100% باور داریم که اگر نتایج به نحوی که است، نتایج واقعی اعلان شوند، ما برنده انتخابات هستیم. در همه ولایات رأی واقعی ما بیش از تمامی کاندیدای دیگر است. خب به حال شما اتهامات وارد کردین مبنی بر اینکه تقلب گسترده شده در این انتخابات، صندوق ها حتی پر شده. پس برآیند انتخابات چگونه شما ارزیابی میکنین؟ یعنی میتونه باعث یک انتقال مسالمت آمیز قدرت شود؟ هرگز نه. این انتخابات هیچ مشکل کشور ما را حل نخواهد کرد. نه تنها حل نخواهد کرد بلکه بحران مزید تشدید خواهد کرد. در حال بحران هیچ نوع کمک با افغانان نخواهد کرد. نتایجش هم کسی قبول نخواهد کرد و در نتیجه از یک حکومت منتخب و زعیم منتخب و رئیس جمهور منتخب هرگز و میان نخواهد آمد و مردم نخواهد پذیرفت. منتظر باشین ببینین که نتایج انتخابات و عکس العمل در رابطه به انتخابات شاید خیلی بدتر از انتخابات قبلی باشد. تشکر. و سپاس. شاید با نتایج روبرو شویم که کسی هم نتواند او را مهار کنه. سپاسگزار هستم از حضورتان آقای گلبدین حکمتیار. سربلند و موفق باشین. تشکر. خب بانو احمدی، برمیگردیم به شما. موارد را